تو مصلحت دارم علی اوربک پهلوان اساس خواجگی دوستی اردشیر پهلوان منطقه دویم خوبه همدیگر رو میسنجن به هر دو پهلوان برای رکورد تمنا داریم. برد پهلوانا از تیم خزینی نوروزی یک بالا پوشی خارجی. زینل تغلیف نخیزه زینل خیزه زینل خیزونه خیلی خنک شد یعنی شبیه مرگی هم بحر سو خیلی خنک شد بخدا انا ده انا بوچکو انا انا بوچکو خیزه زینل خیزونه زینل خیزونه داشتم اینا رو چکارش نام زینل خیزونه من دیگه تو چکارشون میگی چطورشون میگی نگاه کنید عادش به مصلحت خیستم من ها دیدم خیرم مامی محترم حاضرین گرامی مهمانان عالی قدر میدان نوروزی دوام کردن میگیرد یگان تشویش نکنید یگان اگر نمی شودم یگان بارش شودم کم است میدان توازنی یور زدن در گوره چیزه نه گپ بودم گوش نمیکنم از نام نفر شناخته اسلام پهلوان جمهوری تاجیکستان زین العابدین پهلوان جمهوری ازبکستان خوبه همدیگر رو میسنجن به هر دو پهلوان برای رکورد تمنا داریم بردی دو پهلوان یک بالا پوش خارجی یک دیویدی یک ترباس خارجی 50 سامانی مبلغ دو پهلوان نوور از دو جمهوری برادری همسایه خواه همدیگر را با یک رمز دوستی برادری در میدان نوروزی پل دارد میدان ایره دارد برو گفتن مالا از جانبی نگاه چکارش بلال نفری ورزیده نفری شناخته نفری مشهور نفری نامدار دیار آخان مرزاورات 100 سامانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد و پیوندانشان در این روز سعید سربلندی تمنا دارد از جانبی پهلوان نامدار پهلوان ورزیده استاد قربان استادزاده فرد برومند دیار به نام پدرشان مرحوم نفری برومند نفری که در همه پست و بلند دیار در همه شوربینی دیار سهمی باسزا داشتند شادروان مرحوم حاجی سفر محمد 300 سامانی به خزینه وارد کردند و شادروان پدرشان در این روز سعید آخرت آباد تمنا داره و فرزندانشان سربلندی از نام مرحوم حاجی سفر محمد 300 سامانی خبر وارد نکنید اسلام پهلوان جمهوری تاجیکستان غالب دانسته شد روز محمد حسن زاده 200 سامانی به خزینه نوروزی وارد کردند و شیخزاده دوملو دوستای 200 سامانی دیگر به خزینه نوروزی وارد کردند اسلام پهلوان جمهوری تاجیکستان غالب دانسته شد و هر دو پهلوان